این داستان واقعی دیودلبره. اون دیو رام نکرد، در واقع میپرستیدش. سال 1893 یه دختر جوان فرانسوی به اسم ایزابل به بیمارستان روانی شاتو دولوتاک فرستاده شد. پدرش میگفت اون مرتب با وسایل خونه حرف میزنه، اصلا غذا نمیخوره و همیشه منتظر شنیدن یه صدا از پشت آینه است. بعد از اومدن ایزابل، کارکنان بیمارستان رفتارهای خیلی عجیبی رو از اون ثبت کردن. دیده بودن که ایزابل خیلی اوقات دیوارها رو نوازش میکنه، زمزمه میکنه اون هنوز اینجاست. بعد از چندین شکایت از فریادهای شبانه‌ای که از اتاق اون شنیده میشد، اتاق ایزابل عایق صدا شد. با این حال نگهبانها اصرار داشتند تون صداهایی که به گوش می رسیده شبیه صدای ایزابل نبوده. سال 1901 وقتی بازسازی تیمارستان شروع شد، کارگرها چیزهای عجیبی رو داخل دیوارهای اتاق ایزابل پیدا کردند. دفترچه هایی که با موی انسان دوخته شده بودند و توی هر صفحه‌اش نقش ها و نوشته های عجیبی بود که با خون و زغال کشیده شده بود. نقاشی هایی که خیلی از اونها یه دختر رو نشون میداد که جلوی یه مرد بلندقد و شاخدار زانو زده بود. توی یکی از صفحات نوشته شده بود اون رونده شد، بهش شاخ دادن تا همه ازش بترسن، اما هیچ کدوم از اینها نمیتونه مانع عشق من بشه. گزارش رسمی از مرخص شدن ایزابل وجود نداره. آخرین جمله‌ای که توی پرونده اون با امضای رئیس تیمارستان نوشته شده بود این بود: دختر دیوونه نیست، در واقع تسخیر شده.